ما بلژیک مهدی طارمی یه کاری که تیم 10 نفره بشه. آره. مهدی به خاطر تیم اون گل نزد. ما باهاش صحبت کردیم، هم داداش گفت به خاطر اینکه ما گل می‌زدیم فشار و وحشت شاید گلای بعد راست میگه. پرواز زمینی میرفتیم، کدوم تیم، کدوم سال، کدوم جام جهانی، کدوم بچهای تیم ملی این سختی‌ها رو کشیدن قبل جام جهانی که ما کشیدیم. چون موقعی که تو پرسپولیس بزرگ بودم، وارد باشگاه بزرگ اصطلاح شدم، میدونستم کجا قرار برم بازی کنم. من فوتبالیستی هم که رفتم سپاهان بزرگ. خیلی کورا دارم مردم‌ها. تشویق تمام بازیکن‌ها. اوه رامین رضاییان، اینم که اصلا میگفتم. رامین رضاییان فوتبالیست میشد چی کاره میشد؟ نمیدونم به خدا. چه شد؟ دندون پزشک شاید میشدم. من رفتم فوتبال تمام شد. میتونستم دکترا رو ایزی بگیرم. Я